کی ما به میگی لا گفتم بیا که با تو کار دارم 2 ساعت میشه خود مری سر کار قدشته ما چه کار کنم لیلی 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 جان 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 مرا کشتی پروان لیلی قشراق نامدی وای وای مرا کشتی پروان چشم سیاه زاغت مادر نبینه داغت چشم سیاه زاغت مادر نبینه داغت مادر بینه نبینه جان جان عاشق نبینه داغت مادر بینه نبینه جان جان عاشق ببینه داغت حالا باران آمد یاریم به دالان آمد یک بوسه طلب کردم جان جان چشمم بگیریان آیم به خانه تو نازنین بیا 2 ساعت من استاد کردی مرگم افاجه تو بگیره از که توریستی نمیام بله از که ما معطل رو میگیره برار جو دیگه بابا زیر پا معرف سوش کده خب آنیا بشی که موتور بفهمونو تو خوب شرفم کنو عقل پیودی کنو کار اینو خوب زنده بشی دله جو سکو براره من امروز سر عباس اینو برفتم به عروسی و گله بالاتر بفهمیدی به سرای اینا گردن ما بند باشه ایت یک مرغی نیه همیت دل جمع پشت بکو خود خوب نام سرای اینا مواد اولیه چیه؟ این چیه؟ این مواد اولیه این گوشتی این یک نخی این گوشت بوی گوسپند میده خب میفهم گوشت گوسپندیه قراری کرده چین گردی گوشت به نخ بسته خب برو جو قراری کرده ایران به سر بسته که کمک بلندتر شتنه تو بنا به باله خونی مرغا اینا مرغا که میای قراری کرده گوشت بخوره قراری کرده می نخره می کشک و مثل پارسال آفرین بگی شادو زیگی خود تو نمیگی مرغی به سر اینا نیه کجا بگم یعنی اگر میگم که هیچ کس به سرای اینا نیه نجور آدمی به سرای ممنورو دینا امرو یافت نمیشه همه برفتن به عروسی اونا با مال مفخوردن جلو رنگیله میگه بر جا جلو باشه اولادواری ماما نورو جلو باشه اونا گیلن آفرین عقل کمال من یاد دارم عقل کمال به پارسال بمونده میفهمو یکی نیمری بی عقل کمال بکلی او هسته عقل کمال به پارسال تاله بمونده آفرین دیر بگی به دست خود دیگه بابا این دی سرهای کی میشته به صدامو سرت نگو بده سعی که دیگه چند تا کش کنم چند تا همیا چی به دست تو آمد میگه دوش برگ گلی خدا تو بیا برن که منو بالا کشم بفهمیدی میدم دست من شاید بابا من نمیتونم تو میتونی بجی با من با دام میفتم تو برو براره تو برو سیه خونان اینا چه کار میکنی؟ اینا قراری کرده خودتو میبری مگه میفروشیم 1000 میخرم کمتر میخرم بیشتر میخرم خودتو رخت و کیچو قراری کرده میدارم گونی پیش بی میخوریم انرژی میخوریم یه لخیجی آفرین برو دل جمع باش شکم تو بیادی برو به نیو خوش هرچی پوره هیچی پیدا نمیشه به شکم تو خوبه سیه برو شکم تو آباد میشه خوبه همون مرغا خوب اینا رو جمعونایی که کمک میفهمی من دادن دیگه کدوم پیش اومد مرغ مرده هم باشه گپی نیه تو سیه که مرغ مرده کی میخره برو عقل کمال بخوری برو که بکن شیر بیه مرازه بخور این دیوال بخیار نصیب همین میبر چهره من نظر میشه لیز بچسبیده بکل این ساعت دیوال بیتر
بله بله مرغ کلینگی را کجا بردی؟ این مرغ نانه مگو تاگیر چیزه این رساله دادیم بخریده بیدم 3 سال پیش این رساله دادیم 3 سال پیش بخریده بیدم گنج راست میگی دیگه انا این باز حالا میبرم که به چیز ببرم به سهرا و همه چی میگم این آموخته به چیزه به بلگ و گل و گیاه ما که خوش دارم گل و گیاه این هم علاقه من به مثل مش حسودی میکنه خودمه این نمیفروشی از تو؟ کی؟ فروشی؟ آه چند نمیفروشی؟ ها؟ چند مرغه من چند تا مکیونای هم دارم بخریدم ای؟ تی باغچه مانه ای به 160 روپیه 160 روپیه؟ آه از خودتونه؟ ها گیلک دروغ نگی گردن من با شکلینگ هم دروغ بگه میگم چی رقم از تو میگی از خود مانه این مرغ عمال 2000 پولی نه تو میگی که 160 روپیه 2000 بیشتر یا 160 روپیه ماشم تو حالا این چیکار میکنی؟ به نظر آخه این مرغ گرونه من نمیفهمم تو شک کردم 160 روپیه تو همون 2160 روپیه بمیر از تو میخرم اگر سبا کسی پیدا شد نه شیریک من ندارم من شیریک هیچ شیریک ندارم بیشتر شیریک نداری؟ نه که شما میگین پیدا شه مرتکه شیریک ندارم من این مرغ قنانه میبوده چیزه؟ گیلک ما با تو 200 میدم خب از 160 هم بالاه که چند بالایه؟ که 40 روپیه هم بالاه کاملو که جمع چند تا دهی میشه 20 تا دهی میشه 20 تا دهی لختم بابا میشه کوشم میشه لختم با تو میشه این 2 تا صدی صحیحه این قایم کنی که پیش شما نجه شغالا نخوره نه تایی باغچه چند تا جوجه دیگه هم باستونده میره ببرم اونجا خوب مرغ کلینگی اگه شغالا شما میتونه ببینید از دست شما مستونه چه شغالا مستونه؟ شغالا خب شغالا پیدا شده به ده شغال اول مرغ میخوره برو گیلک چانس خود امتحان میکنم دیگه بنا به خدا خوب مرغ کلینگی هم هست برو تو خدا به همراه تو باشه زنده باشه بالاخره گم نشه من شیریک میریک ندارم هیچی شیریک ندارم من نه برو خیال تو راحت باشه کپوی از یک کم شک برانگیز به شیریک ندارم یعنی چی؟ خدا کنی از خودی باشه اگه نه باشه همانی که بردم دیگه کجا میری عباس تو چی داری؟ اما شاگرش داری؟ خوبیم بخیری سلامتی؟ خوب شاگر از زمین آمده مرغ ندیدیم مرغ چی؟ ما شاگر براد نگرده بودیم امرو برفته بودیم به عروسی همه برفتیم به خونی ما هیچکی نبوده دمی که من میبینم نگاه میکنم یک مرغ کمه همون خروس کفته خیلی امور ماستم خیلی هم قیمت بیشتر از خونه گم شده خروس کفته؟ اما کلینگی؟ کلینگیه شما کجا دیدی ما شاگر؟ خدا رو شکر مر دیدی مرغ دیدی پیدا کردی کجا بوده؟ مرغ دست گیلک بود دست گیلک؟ این میداد به 160 روپیه من بفهمیدم که این شک کرد این مرغ 2000 مرغ به 160 روپیه تو می بعد از این مرغ ازو بگرفتم به 200 او شاگر راست میگن دست گیلک بود مرغانه تای باغچه پیش مرغامانه بفهمیدی من بفهمیدم که این گیلک این مرغ گفتگی شما از کجا خریدم بیاردم از کنار سرا خریدم خدای گوشتر مرگ کنه 2000 مرغ تو میدی به 160 روپیه شک کردم مرغ ازو بستون 2 تا صدی بزو دادم مرغ به تای باغچه باز نمازدگر اینا خستی حال خستی برو از تای باغچه بگیر ببر باشه گل خیلی برین دست شما در نکنه اون کلینگی بفهمن چند قیمتی نه بفهمید که 2000 داریم چه زرمون مایم یعنی شما امتدام خوبین اگه یک شخص دیگه میفروخت میره رد کنم من گفتم اگه ولی جای دیگه برای مرغ دست بیرون میکنم شک کردم کجا وردیشته موقع چه تاثیر مرغ وردیشته خبر ندارم باید خود او درم که بسته بودم مرغ بیرون آمده جالبه گیلک روزا خیلی عوض شده خدا خیر کنه ببینم شهر داره گیلک به هم میرزه
ابی باغچه دیگه باز برو مرغ ما شو بیا مرغ کلنگی بدن که در کل دیگه طاقت نمیاد که ببرم بخونی دیگه پیش مرغا ما اول که پیدا شد دیگه من میرم کار دارم خود تو برو باغچه بگیر برو سگ مگ میاد دیگه برو خیلی بنی ما شو گل دست شما 200 شما با میدم دیگه آفرین ببین مال خود محکم بگیر همسایه خود دوست نگیر باشه میل ببینم این مرغ اشته تاس رو آوردیشته من خبر ندارم تو بگن گیلاک ندونه خیلی بنی ما شو گل آنه باشه مامان امروز خوب شما رو بدیدم همین تارتوق با چشم با کجای همین لف کنه چرتون تو کجا مامان امروز دیگ نشین درست با ناراحت نشین سکم شما چی میکنم بگو چی میگی اور اگه دیدم مامان امروز بیا این درخته اگه گیلاک دیدم اور اموق زب بزنم که یک ما شونه به تخونه چرب کنیم چری ندارم مامان امروز خیلی یاس کردم دلیریو مامان امروز ما به عرسی رفته بودیم رو خب از عرسی بیامدیم حتی اصلا ما مرغ کلون کلنگی گم شده بود خب بیرون شد این بر نگاه میکنه این بر بستم سرار به پیدا نکردم خب مامان شاگو به جلو ما گفتن خورو مرغ کلنگی تو باغچی منه به دست گله بود گفتن میفروشیم به 160 محضور به 200 بخریدم گفتم چه مرغ ترزون میفروشه آفرین بارک الله مامان شاگل که مرغ پس میته پد ما گفتن باز برو مرغ تا باغچه بردا مرغ تا باغچه گفتن بردا همین گفتن برو مرغ تا باغچه بردا خب اگه یک نفر دیگه بفروشم تو رد گم میشد آخری مرغ کلنگی میفهمی چند قیمت نه عباسیو تو چرا با چه تومات بسته میکنی مامان روزم هر کار میکنه شما تومات رد تومات علت شما آدم مستفیده من هم خود شما جنجال کنم خود جنجال میکنی دیگه اون مقدار بزن که تو یک ماشونا رو چرب کنی هیچ کار کرده نمیتونی شما گفتم اشته مرغ تا آوردیشته من همین نفهمیدم کاکا جو مال میره خود تو بدید به چشم سر مامان نوروز من ندیدم مامان شوکل از مرغ خریده خود من دیگه کس ماس مرغ به دست داده اشته کس مرغ به دست بچه میگه این کارا به زندگی کارا خونه میکنه برو سه کنه شما هر دو که بچه شما به این منطقه اومدین یک شخص نیه که دست شما خودی به همین بازار کردن بچه شما نه ما خب میفهمم دیگه ما میگه عمر خب تا این منطقه تیر کردیم عباس جان درسته که بچه من سادیه بچه من دیوانیه اما این کارا نمیکنه هر کس هست حالا ما میره با خونه سه میکنه دیگه از ما چی گم شده هر کار نشه بچه شما دیگه برو کاکا برای کار خوب برو آقا سر مامان نازنین بچه شما نیه یا امیت کارای نمیکنه که آدم سر آدم شاخ خود تو دست خوب جون بچه میگوزی غیرت داری دیگ نشه برو کاکا برای کار خوب برو ببینم من یا ما دیگه باید خان نمیگیره که تو خسوربری تو بیا ما مرغ ما شونده من چی با خسوربری میکنم که مرغ محکم بگیریم دیگه ما که نمیتونم بیام پیرداری خونه شما رو بکنم که خسوربری میخور نندازه مرغ شما نبره مالا شما نبره اون کمی تو دوزی اصلا مردم منطقه رو میشناسه تو بیا ما اینجا گای خان مرداری والله ولا دارم دیونه شدی شلال رمضان خیلی عطا بخیری دیونه نشدی لالا رمضان من چون این مردم قله ما نمیفهمم که اینا گی چم یا مگی چون چرا من اصلا سرخلاص نمیشم لالا جو کار میکنم من درسته مثلا چرا مرتکب یه خان تور بگیره امیر من از تو پرسان کنم خسوربری من عباس خان رو بگیره تا خسوربری تو بیام مرغ مر بجونده به من به خسوربری من چیکار من امیر پرسان کنم از تو حالا به تمامی قله اگه تو جنگ بکنی مرتکب از من میپرسم من جنگ بکنم مرتکب از تو میپرسه بیا ما جنجال میکنه که تو چرا جلو این خسوربری خود نمیگیری خود شما میفهمین که تو دزدیه نه چی فرق میکنه یار عباس یا خسوربری همین خسور مرد میگم اگه خسور ما آدم بود مثلا جلوی این بچه خود میگیری در حال این کارا نمیکنه روز اول اگه چیزی بیاورد اگه 4 تا لغت 4 تا چپات میزد امروز به زیر روزگار نمیرسید حالا هم شروع کرده خود به خونه هم سایه میندازه چی میگی لالا ما دیونه زون تو 6 تا به تا ساعت به خیر خیریات همینام میره اگه دل مجامه که به خیر یک مباد دیگه واسه که فکر میکنم همینام پاک کال میشه دیگه مو هم پیدا نمیشه یار تو که کال چیست مقبولی خوش شدی یار دیگه خسوربری خود تو وقتی میفهمیدی چرا چوراچک همچنین میرفتی به خسرونی خوار یا دختر مامان نوروز میستندی خود کله کال خو